Elə bilir. Elə. Elə bilir. Dursalaşa tok arkadaşa bura vardım da. Bak, bak, bana. Bak, bak. Maşallah. Elə binin. Yine. Salam aleyküm دوستان عزیز خوش آمدید همه کسا به کانال محمد. من امروز بردارو 17 مارت روز سه شنبه تماشا کنید. امروز بردارو یک سر اوچا بچه گوسالاش نر بقچه و یک سر بغوزی نزدیک. اول اینم میره نشان میتیم. های کسات. اول ایره نشان میتیم اینم این بغوزه. بعد میگذاریم من این مولده میگذاریم. سیمنتال ده. اول ایره نشان میتیم بعد چیکار عزیز. Ana mola binin. Maşallah elə binin. İyi mol. İyi mol. Düğüm zoyuşma buğuzu nazdik. Yine. Sarısı yine. Der badi 10 روز gusala mekina inşallah gusala ki kart ay 10 bolo şir tamin mekina. Nasip perde boşa. Kaltara binin. Bur orada ya bur berum asfalt buru. Ana hayko ha. Sekin usta tez nadava. Ana خیلی usta. بچه‌ها عزیز مول تماشا کنید. مول در حقیقت درازه. اینا پشتی مول ببینید. دوستان عزیز. پشتی مول 4 کنجه. ببینید من های بالای هم نشون میدم. مول بقاته. نگاه کنید. اینا تاگ ببینید. تاگ خدا خواهد تا مبین 10 روزه دو برابر کلام میشه وقتی گوساله کی کرد. به مالا 13 14 لیتر ممکن 15 لیتر اول خدا اگر نزدیک کنه شیر تامین میکند. بغوزی نزدیک بعدی 10 روز گوساله میکند. دیم زویش با بغوزه بردارو تماشا کنید. مول در روزه نگاه کنید. ها این یک مسئله نرخش دوستان عزیز 28000 سومانی باز معاملش هست. اینا مول ببینید 28000 سومانی باز معاملش هست. مول قبل یا اهلش ببینیم. قبل شاید این طرف ببینیم اهلی مول قبل هم که سالکش بایکونا سالکش بیشتر و تمام مشکل کم از آمده است و گذارم ماشین آمده است چه بگذارم یعنی شین یا برو سینه و شقب چی خالتا و شقب بردارو منه تماشا کنید خالتا را بینید بایاشیم منه اینه بردارو بینید اینه مولقدش اینه ای دور هم نشون تیم منه خالتا بسه را گردم که روز همین طرف را گردم بردارو مولا بینید شروع کمیتین مول در روزای غالسه 28000 تومان باز معاملش هست. دستافکا یگان خیلی مشکلی نیست. تمام تقوی توستان دستافک کرده می شود. آدرس مون طرفی خوجنده جبار رسول پرولتار رایون ده رو سعی کردن اوزی مالا بعد این اوچا بچه را پیشکش ما میگردونیم بردارو بعد این مولمون اوچا بچه را پیشکش ما میگردونیم و اوچا بچه مون نصیب کرده باشه 20-25 لیتر ده میتیم مول زوره. بچه‌ها عزیز برای مهنت ما لایک هم میزنیم و ویدیو رو ما را پادلیسا نمایید. دندون شکشو همینه دندون شبینه یعنی کلان ترک شو خیلی شروع و لپتکه باریا شد های که رفتیم. بچه‌ها عزیز مولا بینید مول در روزه قفاش هم 4 کنجه بگدو خدا خواه منو بینید و درو وردنگی اوچا بچه را سر میکنیم سیام کرده های دوستان عزیز منو اوچا بچه منو پیشکش ما میگردونیم تماشا کنید. این خالتا را کلونش بینید اینه بینید اینه اخمیتی کلون های خالتاش مول خودش هم بعضو را میگرده اینه
بردارو اینو بینی. این اوچا بچمون سیمنتال گوسالاش بقچه نر گرد اوشا بیو بیوشا راست این طرف بیار بو از اوستا هم خیلی گوسالاش بقچه سیمنتال خیلیش هم سیمنتال های مولمون هلا مون هم از اوستا زمین با مو اوستا مو اینو بین بچهش ناز میبینن در ایده را تسته بچهش سرته گوسالا را سرته برای را پول ما نشان میتیم این مولا اینا بچهش اینا بچهش برای رو تماشا کنید نگاه کنید گوسالاش هم سیمنتال خیلیش هم سیمنتال اوچه بچه مولی ماشالله 20-25 لیتر انیق سوال و جوابش قطعی بردارو شیر داده است فلا شیر مالا بینید گوسالاش هم شوستریه این طرف یا بار این طرف بر گوسالا را با سرتی مثلا ما برداشتیم نه ایره گوسالا را اون طرف بر ما برداشتیم که ای قفاش اوچش گرده تسیس ایره جوشیدن سر کنیم تسترک نگاه کنیم نگاه راست هم درار خانه دراشه مولا بینی اینه گوسالا را بینی نگاه کنیم بردار آزیم ها شد گوسالا را بیار پیش ما گوسالا را بینیم شوستری گوسالا مالا آزیم ها ساتیلا را هم آوردیم چند قدر این مال فلاشیر میجوشیم ما نشان میتیم شما دوستان عزیز اینو بینید برای مهنت ما لایک هم میزنیم ویدیو که ما را پادیلی سلاموین با برای ختم پایپچه سه میکنیم مقصد چی نوگری میمونیم نوگری بی‌خبر نمیشیم بگی دوستان عزیز اینا جوشیدن ما خدا خواهد سر کردیم این مالمونا آزی مالا این دو سفیل آزی مالا جوشیده استیم ممکن چند تا شیر میتید آزی مالا مقصد چی گفتنیم چی قدر مقصد این مال فلاشیر میدوشیم ما پیشکشمو میگردونیم مقصد نشان میتیم این مالمونا نرخش دوستان عزیز 39,000 سامانی باز معاملش هست 39,000 سامانی باز معاملش هست نرخش دوستان عزیز این مالمون سیم زویش گوسالاکش نر بقچه بردارو گوسالاکش بینه گوسالاکش هم سیمنتال بقچه نو 2 روز شد اکن همین روز قطعی نو 2 روز میشود حاضی منه بیا پیش نشان تیم مثال ساتیل ده چند قشیره منه یاد نشان تیم دوش نگیره نه منه اوستا سراسمان نشده بشین یا باشی نشان تیم بچه نه سینه را بینه ملیم جوش من شیر خودش میبره یعنی نگاه کنی منه ملیم جوش شدیده بردارو نه ملیم جوش منه نه نگاه کنی نه من خیلی جوش نمیگیره نگاه کنی منه ماشاءالله ساکلو را نشون تی گوسالا را نشون تی همش ریالمی چی قدر این مال آجی من فلاشیر میجوشیم نشان میتیم با چه میکنیم بانکه هم آوردگیم بانکه 2 لیتره خیلی 2 لیتره بانکه هم آوردگیم چه میتیم نشان میتیم بو چین کرده بانکه خطی شیری تو اوزو علاقه بسیار شده تو تیز میجی شده امید اوجی پروفیسیونال میجی شده من نتونسته استم نشده رنگی تو درست دیگه انا یاد گرفتم اینجا علاقه انا یا بار لایک کن شیراره هم نشون ته اینا نگاه کنه بردارو سونه عزیز اینا ساتیل ما خدا خواهد پر میشه چی ها حالی شیر هسته حالی هم هسته شیر
Şile nereyiz? Yine doktor ve testi. Hem de Ross hem satilde bucur. Nişanti ha. Yine benim maşallah. Bavar kine son az aycuşidan هم مونده شدم. درست دیگه هم زنکان دا گرد ندارم بکی. همین یه جوشیدن داره یعنی رنگ اپارات باری میجوشد دستشون در نمیکنه. باور کنه من دستم در کرد بردارم. لیکن ملوم جوش. این ملوم میجوشد اگه آدم. نگاه کن. وای کن اینو بگی. نگاه کن. یه بعد میجوشه میبینم همین بداگش چه کنیم نشونته. روام یا ساتیلی کلونو بیار. اینا شیران نشونته. ریال نشونته. اینا بینه دوستان عزیز. نگاه کنید. هولی هم هسته. یعنی می مول هولی هم هسته. ما. این ترسید. ما. نشونته. ماشکه. اینا. درس که دارید اومد ترسیدیم مول. ما. نگاه کنید. ما. این هولی هم شیرش هسته. نگاه. اینا شیر هسته. نشون دادن گیرالی. نه مول نمیزنه. حالا یکم پرابلمش نیست. درست ترسید منم بیار. نگاه کنه. اینا ساتیل نشون دادی. اینا هیچ کلمه اینا چه کلمه ریزه؟ اینا کلمه ریزه نه؟ والا. شید بشین شروع نشونته. شنکه ساتیل این ریخت خیماله هیچ هم نیست. این 2 لیتر بانکه. والا یا تا 2 لیتر رفت. تست. سو رولک بسیار بدم نشوه. والا. بسیار بد نشود. تمام گیر. والا 4 لیتر شد. بیادش 4 لیتر. اوه بری شد. mana 4 litr 6 litr میشه. هم سراسما شوریسی بردار و بخشش 6 لیتر شد اوزی. هیچ هم شو میتیم. اینا. مالش بس ها. چیزی. 6 چند 8 لیتر. 8 لیتر. 8 لیتر. نه. دوستان عزیز برای مهنت ما لایک هم بزنیم. نه. چند 8 10 لیتر شد. نه. 10 لیتر. 10 لیتر. یو. 10 لیتر. خیر. این قطعی او 12 بیار نریزه با. خیر. نه. 12 لیتر. با 1 لیتر دیگر مونه. نه 13 لیتر. 13 لیتر جوشیدیم. نگاه کنید یا جوشیدن ده 13 لیتر جوشیدیم اینمی مول. بردارو. اوج من گوسالش سر میتونم. نگاه کنید. بلوش میکنیم. با میجوشیم با نشان میتیم. نگاه کنید. اما رولیک بسیار هم شباست اون که کدانگی. ما. بیا. کنی ماکشه. باید شیره گیر. اوستای بگی. اینه ساتیلچه خولیه. مالا. اوزی مالا. با میجوشیم. تست میجوشیم و نشان میتیم با. بلوش کنه گوسالش. شروع مکد با زور شیر میره. خیلی با مالا. با شیر آمد نگاه کن. بلو شد. با شیر آمده است مالا. مکی دنگیره شه. نه. اوبا. گوسالش گری یعنی بخواتای زوری آدم نمیرسه. فرق کردیم. گیر باید مالا. بردارو. مالا. Kalta bandış. Что мешает накинуть. Binin bak çıkıyor aziz. O cuşidan sar kردیم بال شیرش هسته.
گوسالش مکید لو شد با شیر آمد. نه من خدمم من ساتیل تا مول نگیرید من خدم میدشم خدم میدشم نه یا نه اصلا نکن ملر جوش دست اوجی آموخته شد نه در کده است بود اوجی دستی ما آموخته شد بریم مالا جوش دست مالا دیگر در نکده است. نه شیر ببینید حالا نه شیر نه بیا بچه خودت بجوش امیره خودت خشرو میجوشیده با من یه ساعت جوشیده میشینم با خودت تیز میجوشی عدید دکلون شده بچه ای که تو خودت نه خیل автоматически میجوش کنی هم خیل اینم خیل کرده اینم خیل بجوش خودت بجوش خودت جوش با این دیگر خیل میجوشده با حالا نگاه کنه بجوش ها اینم خیل اینا گوساله را بینه گوساله را بیننده برادرو اینا بخواتی گوساله را بینید ایشون تی گوساله را نگاه کن بخواتی گوساله را دیدی اینا گوساله جوشیدن گیره شروع کرد است گرفتن گیر اینا نشکچه نه گوساله سالاره بسش رولک بسیار بدم نشوه نه گوساله را بین اینم خیلی گوساله را خیلی شگیر اینا پیش و چشمی را گرفتن گیر شروع ریال نه او ساتیله بیارو پیش که برگون نشوه بیا نگاه کنی بردارو نه چند لیتر 13 لیتر بوده من این قطعی بود 13 لیتر من ساتیل این حساب شدگی برام میره میریزیم من مول شو همانه مول آنه شده این قطعی 15 لیتر 15 یا جوشیدن ده خیلی ریختگی هم قطعی 2 لیتر حساب میشه چند لیتر میشه 17 لیتر بردارو یا جوشیدن ده همین قدود او ساعت چنده او ساعت 2 سحر ما این مال جوشیدگی نبودیم سحر جوشیدگی نبودیم حوزی ما جوشیدیم اینا یا جوشیدن ده 17 لیتر شیر داد نصیب کرده باشه این طرف بیاید شانتی این طرف حالا گوسالچه سیمنتال با قچه مالا نر گوسالش مال خودش سیمنتال مالا اوچه بچه تماشا کنید گرفتگی آدم خدا خواهد 1000 بار برکتش میاد نرخش برای شما 39000 سامانی باز شروع معامله دارد. دوستان عزیز کنکرین خریدار کی هستین شیرخور کی هستین آدمایی که مثلا شیر خطی زنیمت میکنین شیر خطی مشغولین مرحمت این همین مولا ما توصیه میتیم برای شیرش گرفته فروختن قیماقش هم زوره همه طرفلامش زور مولا خدا خواهد بینید این گوساله ده وحشی گب نیست اینه گوساله 2 روزه اینه دستان در نگیره گفتا اینه روغن چه خطی وای کردیم جوشیدیم اینه ملیون میشه با سوابون نه اینه می مولای بردارو بیا هم دندانی مولای نشون تیم بیا تسکن بیا اینه دندانی مول سیم زویش کلان 8 دندونه تمام بسه اینه گوساله را سر دادگیم تگش برگشته میخوره میگرده دیگه از گوسالهش همین قدر فله شیر تامین کردن اگر مثال شیرش که تازه شد با ممکن شیر زیاد میشد اول خود دوستان عزیز اوزی ما 20-25 لیتر سحر بگه
پالشی جوشیده استیم. سه وهم جوشیم ما دوستان عزیز. این خیلی مولی شیرتره. در بسیار جایم بسیار در یوتیوب کانال دارم، همه یوتیوب کانال دارم این خیلی پیشنهاد نمیکنن این خیلی مالای فروشی. در بازار هم باید پیشکانی عزیز. منه به این مالو اومده دیده خریداری کرده هم میگیرین. با گوسالش که مکیت کو دوستان عزیز. گوساله مکیت کو با شیر آمد منه. برادر بینید. نگاه کنید. واضح یک دستم قاق شده بود. نگاه کنید. اینا با شیر هسته. اینا با هست شیر. اینا خیلی بسیاری با نشیم. این خلطه همه شیره دوستان عزیز. مولای باوریناک برای شاته بچگان عزیز همه کسی سربلند میشه. باقی در امان خدا باشین. لایک هم بزنیم برای مهنت ما. لایک هم بزنیم ویدیو رو ما رو پدیلی سکنید. انشاءالله منه مولی جانانه پیشکش ما گردوندیم. تمام.